رفقای گل خفنمون خیلی خوش اومد به یه ویدیو خفن دیگه. برو بریم سراغ ماینکرافت سروایوالمون پارت 2. پارت قبلی که باریکلا چه خونه ای ساختیم و پارت اولمون بود. از اینا ما میرفتیم بالا که پله نزدیم. حالا قرار این فول آیرون بشیم. حتما با ما همراه باشید. آقا اولندش من با بیام من اینجا اینو میذارم، میام و 3 تا لدر درست میکنم. 3 تا اسکینمون هم که باریکلایی لود شده. تختمون رو بکنیم. به به او رفقا کیو هست، با این کیو هست. اوکی آقا خدا وکیلی ماینشافت هم دیدیم. چی بگم بزنم به تخته. بزن رفقا اگه دیدی من لگم واقعا ببخشید. پارتای بعدی اوکیش میکنم. اوکی 8 تا 10 تا فکر کنم، نه 9 تا 9 تا اینجا اوکی کردیم. بالاخره هست اینا رو میکنیم واسه فارم لاوا فارم بای زامبی. دیر بابا من یه ضربه بزنم بزن. الان یه کریپر میاد بزنم اون دخلمون دارم شورتمون پارم. آقا باریکلا خدا وکیلی داریم خیلی پیشرفت میکنیم. 3 سروایوالمون روز دوم فول آیرون. تورچ مرچ وای تورچ نمیبودم. پایین که لاوا ما رو گرفته اصلا. بذار بریم میزه داخل ماینشافت. البته خب ماینشافت چیزه. بریم بالا. من میرم بالا تورچ درست کنم. مهم نیست. نزدیک خونه ما شوگر کینا رو میکاریم زیاد نیستن. آقا اگه به اندازه فول آیرونمون جور کردیم بیشتر جور کردیم واسه فارم آیرون فارممون مهمترین چیزه. نیاز ببین اینو بده با 3 تا فرنیس درست بکنیم. 3 تا فرنیس. البته 2 تا اینجا هست. بذار 4 تا فرنیس کنیم. حالا اینجا 3 تاست. چه 3 تاست یه فرنیس دیگه اینجا 4 تا. این از این 4 تا فرنیس. اوه خب ما اینا رو برم یه لاوا برداریم. حاجی خدا وکیلی پارت خوبی بود.
دایمندش میکنیم. حالا بعدا تو پارت بعدی ادوانسمنت دایمند هم میگیریم و فول آیرونی اونم مبارک و گود بای تا ویدیوی بعد.